یه روزی مجنون که دیگه از دوری لیلی بی‌طاقت شده بود رفت سمت منزل لیلی، اون اطراف پرسه بزنه شاید بتونه لیلی رو از دور ببینه. بعد این صحنه رو نظامی خیلی قشنگ و شاعرانه اومده توصیف کرده که قضیه‌شو امروز براتون میگم. رفتن مجنون به نظاره لیلی. مجنون رمیده دل چو سیماب، با آن دو سه یار ناز بر تاب. آمد به دیار یار پویان، لبیک زنان و بیت گویان. میشد سوی یار دل رمیده، پیراهن صابری دریده. مجنون که دیگه صبرش تموم شده بود رفت سمت منزلگاه لیلی، شاید بتونه از دور لیلی رو ببینه. توی لیلی و مجنون زیاد به کلمه میشد یا شدن برمیخوریم، به معنای رفتنه. میشد یعنی میرفت. او میشد و میزدند هر کس، مجنون مجنون ز پیش و از پس، که توی قسمت‌های قبلی براتون گفتم. یعنی اون رد میشد، اون میرفت و هر کسی اونو با انگشت نشون میداد و مسخرش میکرد. میگشت به گرد خرمن دل، میدوخت درید دامن دل. چون کار دلش ز دست بگذشت، بر خرگه یار مست بگذشت. دیگه وقتی دید نمیتونه این قضیه رو تحمل کنه و واقعا نیاز داره لیلی رو ببینه، رفت و به خیمه‌ای که لیلی در اون نشسته بود نزدیکتر شد. بر رسم عرب نشسته آن ماه، بربسته ز در شکنج خرگاه. توی اون خیمه و چادر لیلی نشسته بود و به رسم عرب نشسته بود، خیلی بزرگوارانه اونجا نشسته بود و پرده اون خیمه رو جمع کرده بود. یعنی مجنون میتونست لیلی رو داخل خیمه ببینه. اینجاش قشنگه، خیلی نظامی قشنگ میاد. شما این صحنه رو تصور کنید که مجنون دور از خیمه لیلی ایستاده و سرک کشیده و از لای پرده که بسته شده میتونه چهره لیلی رو ببینه. حالا نظامی میاد میگه که این اتفاق که افتاد، اینا که چشم تو چشم شدن، تو دلشون داشت چی میگذشت. آن دید در این و حسرتی خورد، وین دید در آن و نوحه‌ای کرد. لیلی مجنون رو دید و حسرت خورد، مجنون لیلی رو دید و نوحه کرد، یعنی زاری کرد. لیلی چو ستاره در عماری، مجنون چو فلک به پرده داری. لیلی توی اون چادری که نشسته بود مثل یک ستاره داشت می‌درخشید، مجنونم مثل فلک داشت پرده داری میکرد، مراقبت میکرد کسی وقت لیلی رو نبینه. لیلی کله‌بند باز کرده، مجنون گله ها دراز کرده. لیلی اون چی میگن روبنده خودش رو باز کرده بود و چهرش کامل معلوم بود. مجنون گله ها دراز کرده و مجنونم که حسابی درد دلش رو، سفره دلش رو میخواست باز کنه و گله کنه و زاری کنه. لیلی ز خروش چنگ در بر، مجنون چو رباب دست بر سر. لیلی نه که صبح گیتی افروز، مجنون نه که شمع خویشتن سوز. خیلی قشنگه، میگه لیلی چه عرض کنم، لیلی نه که صبح گیتی افروز مثل صبح روشن میدرخشید، مجنون نه که شمع خویشتن سوز. مجنون چه عرض کنم مثل شمعی بود که داشت تو وجود خودش میسوخت و خاموش میشد. لیلی بگذار باغ در باغ، لیلی بذار کنار، نگو لیلی، بگو باغ در باغ، از زیبایی، از رنگارنگی. مجنون غلطم
که داغ بر داغ. لیلی باغ در باغ، مجنون داغ در داغ. لیلی چو قمر به روشنی چست، مجنون چو قصب برابرش سست. لیلی به درخت گل نشاندن، مجنون به نثار در فشاندن. این صحنه‌ای که لیلی و مجنون دارن همدیگه رو میبینن، ببینید تمامش همین جوریه. این قسمت از شعر، لیلی اینطور، مجنون اونطور، و خیلی برای من لذت بخشه. اصلا این فرمی که نظامی انتخاب کرده که بیاد اینا رو با هم مقایسه کنه. هدف کاملش از این مقایسه چیه؟ اینه که بگه لیلی مثلا تو اوج زیبایی بود، تو اوج دلبری بود، ولی مجنون حالش خیلی خراب. میگه لیلی به درخت گل نشاندن. لیلی مثل یک درختی بود که داشت همینطور گل میداد و شکوفه میداد و زیباتر میشد. مجنون به نثار در فشاندن. مجنون انگار داشت درفشانی میکرد برای لیلی، برای این حالت لیلی. و این درفشاندن یعنی چی؟ یعنی مروارید نثار کردن، گوهر نثار کردن. و منظورش اشکاییه که مجنون داشت میریخت. مجنون داشت لیلی رو میدید و همینطور اشک میریخت. لیلی چه سخن پریوشی بود، مجنون چه حکایت آتشی بود. لیلی سمن خزان ندیده، مجنون چمن خزان رسیده. لیلی مثل یک گل یاسمنی بود که هنوز فصل خزانش نرسیده و تو اوج زیبایی. مجنون چمن خزان رسیده. مجنون مثل یک چمنزاری بود که سر تا سر زرد و بیروح شده بود. لیلی به کرشمه زلف بر دوش، مجنون به وفاش حلقه در گوش. لیلی برای اینکه کرشمه‌ای داشته باشه، کرشمه یعنی ناز و عشوه، دلبری. یعنی وقتی که معشوقه با نگاهش، با حرکاتش، با حالت چشم و ابروش میخواد دل عاشق خودشو زار کنه، دل عاشقشو آب کنه. مجنون به کرشمه زلف بر دوش. مجنون برای اینکه لیلی به کرشمه زلف بر دوش. لیلی برای اینکه دل مجنون رو ببره، زلف خودش رو روی دوش انداخته بود و مجنون به وفاش حلقه در دوش. مجنون به نشانه وفاداری اون، وفادار به اون مونده بود و حلقه اونو به گوش داشت. این حلقه بر گوش انداختن هم یه رسمی بوده دیگه که میومدن میگن غلام حلقه بر گوش، یعنی حلقه یا به گوششون میبستن که این نشانه این بوده که این غلام اون فرد بوده. این یکی از قشنگترین بیتاشه. میگه لیلی ز درون پرند میدوخت، مجنون ز برون سپند میسوخت. یعنی چی؟ یعنی لیلی انقدر لطافت داشت، انقدر ظرافت و زیبایی و دلبری داشت که انگار داشتن در درون لیلی پارچه ابریشم میدوختن، پرند میدوخت. انگار داشتن ابریشم از درونش تولید میکردن. مجنون ز برون سپند میسوخت. مجنون نقطه مقابل این حال لیلی بود. مثل دونه های اسفند بود که دارن روی آتش جرقه میزنن. حالا شما تصور کن این ابریشم حریر نازک رو بذارن کنار این جرقه های آتش، چه اتفاقی میفته؟ لیلی چو گل شکفته میرست، مجنون به گلاب دیده میشست. لیلی همطور که نشسته بود مثل گل شکفته داشت شکوفا میشد و رشد میکرد و مجنون داشت به گلاب چهره میشست، یعنی با اشک چشمش داشت کامل چهره خودش رو شستشو میداد. لیلی سر زلف شانه میکرد، مجنون در اشک دانه میکرد. لیلی می مشک بوی در دست، مجنون نز می ز بوی می مست. قانع شده این از آن به بویی، وان راضی از این به جستجویی. همینطور که داشت تو این صحنه عاشقانه داشت اتفاق می افتاد، ببینید مثل فیلمه.
مثلا توی فیلم دیدین 2 نفر همدیگه رو میبینن یهو همه چی از جلوی چشمشون رد میشه. دقیقا همین اتفاق اینجا افتاده. لیلی و مجنون یه لحظه همدیگه رو دیدن و تمام این حالات اتفاق افتاده و در آخر چون نتونستن به هم نزدیک بشن، نتونستن با هم مکالمه و صحبتی داشته باشن، میگه قانع شده این از آن به بویی وان راضی از این به جستجویی. این که حال همدیگه رو دورا دور از آشناها بشنون قانعشون کرده بود دیگه، راضی شده بودن که زندگیشون این شکلیه و نمیتونن همدیگه رو بیشتر از این ببینن. تا چرخ از بیم تجسس رقیبان، سازنده ز دور چون غریبان. از ترس رقیبان، رقیب الان به معنای مثلا کسی که با تو رقابت میکنه، در گذشته به معنای مراقب و نگهبان بوده. از بیم تجسس رقیبان یعنی از ترس اینکه نگهبانا بیان و اینا رو بگیرن و ببرن، سازنده ز دور چون غریبان. مثل غریبه ها و انسان های بیکس از دور سازگاری میکردن به اینکه همدیگه رو از دور ببینن. تا چرخ بدین بهانه برخاست، کان یک نظر از میانه برخاست. تا زمانی که روزگار همین رو هم نخواست و همون یک نظر دیدن همدیگه رو هم ازشون گرفت. فکر میکنم بهتره این قسمت رو با همین دیدار تموم کنیم و بریم به یکی از قسمت‌های اوج داستان که خواستگاری لیلی و مجنونه. چون شاید با خودتون بگین وقتی مجنون این همه لیلی رو دوست داشت، خب چرا نمیرفت بگیرته؟ چرا نمیرفت خواستگاریش؟ توی قسمت بعد مجنون با پدر و خانواده‌اش میره به خواستگاری لیلی و من داستانش رو کامل براتون خواهم گفت. اگر از این برنامه خوشتون میاد کانال فارسی ورس رو سابسکرایب کنید و با من در خوندن لیلی و مجنون همراه بشید.